خب امروز اومدم دربند که تلسیج سواری بکنم بعد از سالها. دربندم که میای از این چیزای آب دهن را بندازم زیاد ببینیم. خب اول اومدم بلیت تهیه کردم. قیمت بلیت 195,000 تومان برای ایرانی ها و برای خارجی ها 500,000 تومان. خوشبختانه خلوت بود و منم سریع اومدم که سوار تلسیج شم. رفیق خب این آقا کمک کرد که من سوار بشم. این وسط ها یه تیکه‌ای هم بهم انداخت. خلاصه هر جوری که بود سوار شدم و رفتم. هر شما که میخون ارادش آقا میریم که پرواز کنیم. اولش خوب بود تا اینکه رفت جلوتر و واقعیتش یکم ترسیدم. یه کمی دارم میترسم ولی واقعا دمای هوا اینجا خیلی فرق میکنه. چقدر یاد دعا باشی. بهش نمی اومد انقدر طولانی باشه. دربندم جای باحالی ها. خبرایی هست. ترسناکه ولی خب در طول مسیر 2 نفر هستن که از شما عکس میگیرن و در انتها اگه خواستین عکس‌ها رو به شما میفروشن 90,000 تومان. آقا من یه عکس از شما گرفتم، شما یه عکس از من گرفتی، با هم تهاتر کنیم. این داداشمون هم یه چیزی زده بود. خلاصه رسیدم انتهای تلسیج تا اینکه با این صحنه مواجه شدم. 2 تا پرنده فضول دیدم با یه اسب پونی. این عمو هم نشسته بود اینجا داشت گردو فال میکرد. از عمو خداحافظی کردم و راه افتادم. تو مسیر پر بود از این باغچه رستوران ها، همشونم با صفا و جذاب. خسته نباشی. بازم از این چیزای خوشمزه ترشمزه. به به. خلاصه رسیدم به کافه آقای میرابدینی. سلام. با کلی صنایع دستی. البته بیشتر فکر کنم برای خانوماست. ازشون خواهش کردم یه شربت خنک برام درست کنن. ایشون هم کم نذاشت و هرچی یخ داشت ریخت تو لیوان من. شربت زعفرون و خاکشیر. منم خوردم و بعدش یه سیگار کشیدم. ازشون خداحافظی کردم و راه افتادم. خوشبختانه روز خلوتیه که من اومدم. صدای آب و رودخونه و یه چند تا پرنده. اینجا رو نگاه نکنین انقدر خلوته. آخر هفته اینجا جای سوزن انداختن نیست.
چه آرامشی داره اینجا. اومدم جلوتر تا به یه رستوران رسیدم که یه عمویی داشت کباب کوبیده درست میکرد. به من نگی. اوکی. یه رستوران دنج با ویو بی‌نظیر. خب دیگه خسته شدم و برگشتم به سمت پایین. تو راه برگشت همون عمویی که داشت گردو فال میکرد و دیدم و ازش خداحافظی کرد. اینجا دیگه ترسم ریخته بود و خیلی شجاع شده بودم. داشته باشیم. اینم از سفر امروزمون توی دربند.